درود. هممون میدونیم که در زمان حکومت پهلوی اول یکی از کشورهایی که خیلی به ایران کمک کرد در راستای پیشرفت و توسعه کشور آلمان ناسیونال سوسیالیسم بود. حالا من میخوام تو این ویدیو 7 از کمک‌های بزرگ این کشور یعنی آلمان ناسیونال سوسیالیسم رو به ایران بازگو کنم. یکی از کمک‌های بزرگی که آلمان به ایران کرد در زمینه توسعه صنعت نفت بود. شرکت‌های نفتی آلمانی در ایران سرمایه‌گذاری کردند و آلمان تجهیزات و فناوری خودش رو به ایران ارائه داد. دوم، کمک آلمان در توسعه صنایع نظامی ایران بود. ایران و آلمان در توسعه صنایع نظامی و دفاعی همکاری‌های زیادی داشتند. و طی آن آلمان تکنولوژی و آموزش‌هایی را به ایران ارائه داد و کمک به توسعه صنایع دفاعی و تولید تجهیزات نظامی کرد. شما توجه داشته باشین ارتش ایران در زمان حکومت پهلوی 500 تا کامیون داشت، در حالی که اگر سربازهای ایرانی می‌خواستن از فارس، شیراز به خوزستان برن باید پیاده می‌رفتند و 150 الی 200 نفرشون به خاطر نداشتن قمقم فوت شدن، در حالی که در خزانه 69 میلیون تومان پول باشه. بهترین کامیون آمریکایی 8000 تومان بود. حالا آلمان به ایران کمک‌هایی کرد در راستای صنایع نظامی. سوم، آلمان در توسعه صنایع خودروسازی، فولاد، نساجی نقش کلیدی رو ایفا کرد و کمک بزرگی رو به ایران کرد. چهارم این که ایران و آلمان تجارت خیلی قوی داشتن. حتی باورتون نمیشه پشکل گربه هم از ایران صادر میشده برای رنگ و ایران صادرات میکرده، محصولات کشاورزی میداده، توپ میگرفته، ضد هوایی میگرفته، زره پوش میگرفته. شما توجه داشته باشین وقتی که سرباز ایرانی در مرز قفقاز، مرز آذربایجان، اسلحه برنوش تیرش نمیرسید به زره پوش روس، وقتی میدید چاره‌ای نداره میشد زمین گریه میکرد. خب بیشتر اون سربازایی که تو درگیری بودن هم این ور ترک بودن، آذری بودن، هم طرف مقابل آذری بودن، ترکای قفقاز بودن. میرسیدن به اون سرباز ایرانی که نشسته زمین گریه میکنه، میگه قارداش داداش اشکال نداره، سردوشیاتو بکن، پوتیناتو بده، اسلحه‌تو بده، برو دهات. اینجوری بوده. پنجم، آموزش. ایران افرادی چه نظامی، چه فنی، چه مهندسی میفرستاد آلمان، در زمینه نظامی، مهندسی، فنی آموزش میدیدن و برمیگشتن ایران. و اینو در نظر داشته باشیم یک ایرانی در آلمان برابر همون فرد شهروند آلمانی حقوق داشت، یعنی حقوق شهروندی برابر بود. هیچ کشوری اینجوری نبود. یعنی اگر من ایرانی میرفتم تو آلمان ناسیونال سوسیالیستی زندگی میکردم، حقوقم با اون شهروند، حقوق شهروندیم با اون حقوق شهروندی آلمانی یکی بود، چون ما نژاد برتریم، چون اونا این عقیده رو داشتن، میگفتن که آلمانی‌ها و ایرانی‌ها نژاد برترن و تقریبا از یه نژادن. به خاطر همین به همدیگه احترام قائل بودیم و رئیس مجلس ایران حتی به دیدار آقای هیتلر رفت، آقای اسفندیاری رئیس مجلس ایران. ششم، ارتباط و راه آهن. آلمان یکی از بزرگترین کسانی بود که در توسعه راه آهن سراسری به ایران کمک کرد که حتی شرکت‌های آلمانی میگفتن چی نیازتونه، اون تجهیزات مورد نیاز، چه ماشین‌آلات چه تجهیزات مورد نیاز رو ارائه میدادن به ایران در راستای تمام شدن کار راه آهن سراسری. که وقتی راه آهن تموم شد هیتلر تلگراف زد به ایران، به رضا شاه و تبریک گفت اینکه این راه آهن سراسری شاهکار مهندسی ایرانه. هفتم، صنایع هواپیمایی. آلمان نه تنها خیلی کمک در صنایع هواپیمایی ایران کرد، بلکه بعضی از هواپیماها رو در ایران میساخت که هم آموزشی بشه برای ایرانی‌ها و هم تقویت برای نیروی نظامی. و حتی ایرانی‌ها از طریق سفارتخانه آلمان در تهران اجازه دسترسی به هواپیماهای نظامی رو داشتن. عرض کردم که همین حالا 30% از توان صنعتی ایران بر پایه فناوری آلمان بنیاد گرفته.